سلام عرض کردم. خوش آمدید. قربان شما، ممنونم. شما کی متشکرم. هستی؟ هادی قنبری هستم از استان مازندران، شهرستان سوادکو. استان مازندران، شهرستان سوادکو. سلام به مردم خوب سوادکو در استان مازندران. وقتتون بخیر باشه انشالله. نمایندتون اینجاست که کار ارزشمندی رو میخواد برای ما انجام بده. راجع به کار توضیح میدی؟ چشم. کارم که عبور موتور از روی بدن هستش با سرعت بالا و سرعت پایین، شکستن اجسام سخت، حرکات آکروبات و عبور از حلقه های مرگ، حلقه های آتش. آفرین آفرین، خیلی جالب باید با باشه. موتور از تو حلقه ها میری شما آتش؟ نه، حلقه که من شیرجه میزنم از داخلشون، حلقه 1 2 تا 3 تا، و موتور از شکم من، کمر چرا من. این کار میکنی؟ آموزشایی که دیدم طبق آموزش دیدی، پس کار هر کسی نمیتونه باشه. نه نمیتونه. آمادگی داری؟ بله 100%. 100%. میخوای نمره میخواد امتیاز بگیره دیگه. 100%. برو یه بگیر مسئله ببینم. قراره اینجا ببینی؟ نه بیرون قراره بله، انجام بیرونه. شه. فقط با اینجا موتور موتور کم رو می‌بینی. پس میریم بیرون میبینیم به افتخارشون یه دسته خیلی مرتب و قشنگ. تصاویری را که در این بخش ملاحظه می‌فرمایید صرفاً توسط افراد ورزشکار و حرفه‌ای صورت می‌گیرد. خواهشمند است نوجوانان و جوانان از انجام این گونه کارها جداً خودداری نمایند. چه کاری ببینم چی شده؟ اصلا هیچیش نشده. آقا بریم بقیه کارا رو ببینیم که الان قراره چه اتفاقاتی بیفته. ببینم تو حالت خوبه؟ برید تو یعنی 100 بار متوجه شدی که خیلی خوبه.